بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوب، درس امروزه ما در مورد مضاف و مضاف إليه هست، يعني مضاف و مضاف إليه که یک جای این را المرکب الإضافی گفته می شود. اولا مضاف و مضاف إليه چی را گفته می شود؟ چنانه که در اینجا می بینید مضاف و مضاف إليه دو جزئی اساسی در عبارت اضافی یعنی که در الاضافه می باشد. دو جزئی اساسی مرکب می باشد و چنانه که من به شما قبلا اشاره کرده بودم، اگر به یاد نداشته باشید دوباره تکرار میکنم که در یعنی هر زبان و خصوصا در زبان عربی می تواند که جمله یا جمله پر باشد که پر معنا باشد و غیره، یا می تواند که جمله ناقص باشد یعنی که معنا و هدفی همان متکلم به پرگی یعنی گفته نشده باشد. از این سبب جمله ناقص و جمله یعنی تام می داشته باشیم، جمله پره و جمله ناقص. جمله پره را در زبان عربی در لغت عربی جمله گفته می شود و جمله ناقص را یعنی جمله که پره نباشد مرکب گفته می شود. پس این مضاف و مضاف الیه وقتی که یک جای می شوند دو جزء هستند. وقتی که یک جای می شوند جمله پره حساب نمی شوند یک جای، بلکه جمله ناقص حساب می شوند. یعنی که باید یعنی که تا حال معنای این متکلم پره نیست، باید به پرگی یکم چیزی دیگر اضافه کرده شود. فهمیدید؟ برای همین من در اینجا نوشتم که مضاف و مضاف الیه دو جزئی اساسی هست در عبارت اضافی یا در مرکب اضافی اگر خواهید بفهمید، یا در الاضافه می باشد. خوب، و اکنون مضاف نزدیکتر کرده بگویم که همین مضاف چی رو گفته می شود؟ مضاف این کلمه اول در عبارت اضافی هست. در مرکب اضافی این کلمه اول هست که همیشه با کلمه بعدی یعنی با مضاف الیه رابطه متعلقیت یا منصوبیت دارد. اگر من با کلمه های آسانتر کرده بگویم، مضاف همون کلمه رو گفته می شود که همه وقت به چیز یا کسی نسبت داده می شود و با کلمه بعدی تعلق دارد، با کلمه بعدی نسبت داده می شود. یا اگر حتی آسانتر کرده بگم، زیادی وقت چیزی اول یا کلمه اول کلمه مضاف در ملکیتی کلمه دوم هست، از آنی کلمه دوم هست در اکثریت وقت. خوب، این رو مضاف گفته می شود که انشالله به مثال بعدی واضح می شود. و بعدا هست مضاف الیه. این کلمه دوم در عبارت اضافی هست که مضاف به آن ربط دارد، یعنی کلمه اول به همین کلمه دوم که مضاف الیه هست ربط دارد، یعنی به او چیزی نسبت داده می شود یا مالک چیزی باشد. یعنی که مضاف الیه به مضاف الیه چیزی نسبت داده می شود و خود مضاف الیه مالک چیزی می باشد. خوب، این وابسته از یعنی همان جمله هست. بعضی وقت مالک چیزی گفتن درست هست، بعضی وقت کمک یعنی مطابقت نمی کند، باید همین خیل چیزی که به او نسبت داده شده است باید گفته شود. به هر حال در اینجا نظر کنید، من برای شما یک مثال مرکب اضافی را یا اینکه مرکب اضافی را برای شما پیش کردم. کتاب زیدین، کتابی زید. در اینجا کدامش مضاف هست و کدامش مضاف الیه؟ در اینجا کتاب مضاف هست. برای چی؟ تعریف رو ببینید. کلمه اولی هست و مهمتر این است که با کلمه بعدی رابطه دارد، رابطه منصوبیت، متعلقیت، یعنی که کتاب به زید نسبت داده می شود، در ملکیتی زید هست، به زید نسبت داده می شود، به زید تعلق دارد. برای همین کتاب مضاف هست و زیدین مضاف الیه. از چی سبب؟ برای که به زید چیزی نسبت داده می شود. چی نسبت داده می شود؟ کتاب. و مالک چیزی باشد، زید مالک کتاب هست، همین خود نیست؟ برای همین این را گفته می شود مضاف و این را گفته می شود مضاف الیه با ضاد. خوب، کتابی زید. اکنون دوام میکنیم. قانون مضاف و مضاف الیه چه قانون دارد این مرکب؟ نقطه اول، هر دوی کلمه ها یا معرفه حساب می شوند یا نکره. این برای فایده شما من در اینجا گذاشتم، من میفهمانم که چی طور. برای چی هر دوی کلمه ها یا معرفه حساب می شوند یا نکره؟ برای اون که اگر کلمه دوم معرفه باشد یعنی که خاص باشد، معین باشد، علاقه کلمه اول را یعنی مضاف را خاص می سازد. و اگر کلمه دوم نامعین باشد یعنی که نکره باشد، کلمه اول هم نکره حساب می شود. چی طور؟ این سه مثال رو نظر کنید. ماء النهری،
آب نهر. در اینجا کلمه دوم که مضاف الیه هست الکی معرفه هست، خاص هست، معین هست. از چی سبب؟ از سببی که در اینجا الف لام هست، یعنی لامی تعریف هست. از سببی لامی تعریف نهر معرفه شده است، خاص هست و از این سبب کلمه‌ای که به اون نسبت داده می شود هم خاص می شود. در اینجا آب هم خاص هست و نهر هم خاص هست. این شد مثال برای دو کلمه‌ای که خاص هستند، معرفه هستند. اما اگر این مثال رو نظر کنید، در اینجا ابو ولدین، پدر یک پسر. در اینجا ولدین معرفه نیست، نکره هست. از چی سبب؟ از سببی که منون تنوین دارد و یعنی الف لام لامی تعریف ندارد و از بخشی اقسامی معرفه نمی باشد، یعنی از بخشی اقسامی کلمه هایی که همیشه معرفه هستند از آن بخش هم نیست. از این سبب این هست نکره و ابو که به این نسبت داده می شود این هم نکره می ماند. یعنی که این فقط برای فایده من برای شما پیش کردم که همین هست حقیقتی مضاف و مضاف الیه که الکی از معرفه بودن کلمه دوم کلمه اول هم یعنی چی می شود؟ معرفه می شود. و اما اگر کلمه دوم نکره باشد کلمه اول هم نکره هست. چون که یعنی خودتون تصور کنید اگر به اون چیزی که نسبت داده می شود اگر اون کس یا چیز الکی معرفه باشد، این یعنی واضح هست که چیزی که به اون نسبت داده می شود هم معرفه می شود، چون که خاص چیز هست و خاص به همون کس یک چیزی نسبت داده شود خاص می شود. اما اگر ما با یک کسی نامعین یا یک چیز نامعین چیزی رو نسبت بدهیم الکی همون چیز نسبت داده هم نامعین و نکره میماند. این بود نقطه اول، یعنی از طرف شما یکم چیز کردن لازمی نیست، فقط فهمیدن هست. نقطه دوم همین است که مضاف همیشه به حرف تعریف و به تنوین می آید. مضاف یعنی کلمه اول، حاضر ما دوباره مثال ها رو نظر میکنیم، همیشه به حرف تعریف یعنی به الف لام، همین الف لام رو حرف تعریف گفته می شود، حرفی که معرفه می سازد کلمه رو. یعنی خب یعنی که مضاف هیچ وقت باید الف لام نداشته باشد و هیچ وقت باید تنوین نداشته باشد، فتحتان و کسرتان ضمتان نداشته باشد. خب چون که در اینجا میبینید ماء النهر، آب نهر، در اینجا آب ماء نه الف لام ندارد، تنوین هم ندارد. و قلم خالد، قلم خالد، در اینجا قلم مضاف هست، میبینیم که الف لام ندارد، تنوین ندارد. ابو ولدین، پدر یک پسر، در اینجا مضاف الف لام ندارد، تنوین ندارد. فهمیدن؟ این دو قانون هست برای مضاف که شما باید از یاد کنید که مضاف هیچ وقت الف لام و تنوین نمیگیرد. دو قانونی که خاص به مضاف رابطه دارد چیست؟ همین هست که به الف لام و به تنوین می آید. نقطه بعدی مضاف الیه همیشه در حالت جر می باشد. در حالت جر، در حالت جری فرق نمیکنه چی میگوید. یعنی مضاف الیه کلمه دوم همیشه در حالت جری می باشد، یعنی اگر نکره باشد باید دو زیر داشته باشد و اگر معرفه باشد باید یک زیر داشته باشد و غیره. شما میدانید اگر تثنیه باشد عینی میگیرد، اگر جمع باشد ای نمیگیرد. خب اکنون در اینجا یعنی بفهمید که در درس قبلی که حالا ما تکرار کردیم، در درس الحروف الجاره، شما یاد گرفته بودید که حرف های جری کلمه بعدی را در حالت جر می آورد و من به شما اشاره کرده بودم در آن درس که این یکی از دو بخش های هست که کلمه در آن در حالت جری می باشد و تمام دیگر. در لغت عربی یگام گروه دیگر، یگام حالت دیگر نیست که کلمه از سبب آن در حالت جری باشد. فقط همین دو گروه هست، دو قانون هست. یکی کلمه هایی که بعد از حرف های جر می آیند در حالت جری می باشند و دوم کلمه های مضاف الیه. کلمه های مضاف الیه همیشه در حالت جری می باشد. تمام دو گروه هست. همین دو گروه را مستحکم و خوب از یاد کنید و خواهید فهمید که یعنی این کلمه ها همه وقت در حالت جری هست. حالت های جری رو تمام میکنید. در قرآن خوانی هم، در حدیث وقتی که میخونید اگر اهمیت بدهید خواهید دید که هر کلمه که زیر دارد از همین سبب زیر دارد که یا پیش از او حرف های جر آمده است یا اینکه مضاف الیه هست، یعنی که به او چیزی نسبت داده شده است. فهمیدید؟ اکنون در اینجا نظر کنید. نهری گفتیم، ماء النهری، آب نهر، در اینجا کسره هست، در حالت جری هست. برای چی یک کسره است؟ برای که الف لام دارد، باید در اینجا تنوین نآید. اما این که الف لام ندارد تنوین دارد. خالدین در حالت جری هست، در اینجا ولدین در حالت جری هست. خب اگر من میخواستم که بگویم که آبی بخشش که پدری دو پسر، من میگفتم ابو ولدینی، ابو ولدینی، پدری دو پسر. چون که من در کلمه رو در حالت مثنا یا تثنیه آوردم، از این سبب میگویم
ولدینی، نمیگویم ولدانی. ولدینی الکی اینی اشاره میکنن که این در حالتی جری هست. بعدا نظر کنید که این به شما خیلی ربط دارد، ترجمه کردن از عربی به تاجیکی، چون که شما تمرین میکنید این برای شما خیلی مهم هست. در اینجا میبینید که حالا من قلم خود رو بگیرم. خب در اینجا ببینید که چطور آدم میتواند که از زبان عربی به تاجیکی ترجمه کند. ما در اینجا یک مثال داریم، یوم القیامتی. از جهت ترجمه یوم معنایش روز هست و قیامه را خواهیم میدانید قیامت. اول یعنی دو قدم هست، دو نقطه هست در اینجا. کلمه اول رو یعنی مضاف رو ترجمه کرده می شود و حرف ای رو پیوست کرده می شود. یعنی که ما باید کلمه اول رو، این یوم هست، ما ای رو باید ترجمه کنیم، یعنی که به تاجیکی هست روز. بعد ما باید ای رو پیوست کنیم، روزی. بعد کلمه دوم رو یعنی مضاف الیه رو ترجمه کرده می شود که این از کلمه دوم، قیامه، روزی. بعد می نویسیم خب روزی قیامت. این خیلی باید ترجمه کرده شود. یعنی که شما اهمیت بدهید که با کلمه اول یعنی که با مضاف زیادی وقت با ترجمه های تاجیکی حرف ای پیوست می شود، روزی. و بعدا کلمه دوم ترجمه کرده می شود قیامت، روزی قیامت. فهمیدید؟ اکنون صحیفه بعدی رو نظر کنید، کلمه های تثنیه و جمع. تا اینجا قانون خیلی یعنی روشن و ظاهر هست که مضاف هست، مضاف الیه هست، طریقه ترجمه کردن رو هم فهمیدید و مضاف هیچ وقت تنوین و الف لام نمیگیرد و مضاف الیه همه وقت در حالت جری می باشد. اکنون اگر کلمه مضاف ما اگر تثنیه یا جمع باشد و نون داشته باشد، چی قانون هست در اینجا نظر کنین؟ اگر کلمه مذکر و مؤنثی تثنیه، یعنی که تماما یعنی تمامی بخشی تثنیه، یا کلمه مذکری جمع، یعنی از بخشی جمع فقط کلمه های مذکر، اگر در حالت مضاف بیایند باید نون های آنها را حذف کرده شود. مثلا در اینجا نظر کنید، از این طرف دو قلمی خالد دو قلمی خالد می شود قلمانی خالدین، یعنی که اول ما آوردیم قلمون رو به قلمانی تبدیل کردیم چون که ما دو قلم رو در نظر داریم، پس گفتیم قلمانی و آوردیم خالد رو بعدن، یعنی که دو قلم مضاف هست، پس در اول این مرکب گذاشتیم و چون که قلم به خالد نسبت داده می شود و قلم ها در ملکیتی خالد هست، خالد مالک این دو قلم هست، از این سبب ما خالد رو بعدن میاریم مضاف الیه میکنیم، پس میگویم قلمانی خالدین. اما در اینجا چون که یک قانون اضافگی هست، یک قانونی بیشتر هست برای بخشی تثنیه و برای بخشی مذکری جمع، باید همین رو رعایت کنیم و این قانون چی است که باید نون تثنیه رو حذف کنیم. دیدید که اگر شما بخشی تثنیه رو اگر خوب نآموخته باشید این قانون یعنی سرگم میزنید، باید بخشی تثنیه رو از بخشی تثنیه خیلی خوب آگاه باشید که تثنیه ما چطور کلمه رو از واحد به تثنیه تبدیل میکنیم. پس در اینجا بجای که قلمانی خالدین بگویم، من میگویم قلم خالدین، دو قلمی خالد، معنا یک تا می باشد، یک خیل می باشد. یک مثال دیگر، دو رسول الله. من برای که این رو بسازم چی میکنم؟ میبینم که کلمه اولی رو من باید ترجمه کنم. خب دو رسول، رسولون را به رسولانی تغییر میدهم، میگویم رسولانی و بعدا میارم مضاف الیه که در اینجا یعنی لفظ جلاله هست، یعنی باید اللهی بمونم و در حالت جری بیارم. خب رسولانی اللهی، اما چون که در اینجا رسولانی اللهی، خب اما از سبب این قانون من همین نون را حذف میکنم و میگویم رسول اللهی، رسول اللهی. دیدین؟ چون که این کلمه اول مضاف تثنیه هست، یعنی که مثنای رسولون هست، از این سبب من نون را حذف میکنم از سبب همین قانون. بعد باید یعنی طریقه درستش رسول اللهی هست. و بعدا یک مثال برای جمع، البته جمعی بخشی مذکر، مسلمان های قریه، مسلمان های قریه. برای که من مسلمون رو به جمع تبدیل کنم، من اون رو یعنی اضافه میکنم، پیوست میکنم، میگویم مسلمون و این اصلا بود مسلمون القریتی، مسلمان های قریه. میبینیم که مضاف الیه در هر سه مثال در حالت جری هست، اما از سبب این قانون من نونی همین جمع رو حذف میکنم، میگویم مسلم القریتی. دیدید؟ فقط نون رو حذف میکنم، مسلم القریتی میگویم. دراز کردن لازم نیست، شرط نیست که من مسلم القریتی بگویم، همین خیلی مسلم القریتی درست هست.
این قانون خیلی مهم هست که شما باید این رو تکرار کنین و از یاد کنین. این قانونی یعنی بخش تثنیه، تمامی بخش تثنیه و بخش مذکری جمع. اکنون به مشق میگذاریم. اکنون باری شماست، شما باید جواب بدهید. یک لحظه. مثال اول این است که این قرآن الفجر کان مشهودا. شما برای من از جهتی یعنی من برای شما ترجمه میکنم، اگر اول ترجمه را تا آخر بشنوین، بعد به من باید پر جواب بدهید که در اینجا این کلمه مضاف هست و این کلمه مضاف الیه هست و قانونی مضاف در اینجا تطبیق شده هست، قانونی مضاف الیه هم در اینجا آمده است. خوب، مثلا در این آیت ترجمه چیست؟ این البته قرآن الفجر، قرآنی فجر یعنی قرآنی سحرگاهی یعنی نماز صبح، کان مشهودا حضور داشته می شود. پس در اینجا از جهتی ترجمه هم نظر کنید و از جهتی اعراب هم اهمیت بدهید که کدامش فکر میکنید مضاف و مضاف الیه هست. اینجا مضاف الیه فجری سحرگاهی. فجری در اینجا مضاف الیه هست، درست. و پر جواب بدهید مضاف کدامش هست؟ قرآن، یعنی که فجری و قرآن به میشه. درست، قرآن در اینجا مضاف هست و الفجری مضاف الیه هست. یعنی چی؟ خب مضاف و مضاف الیه و هر دو اینها مرکبی اضافی گفته می شود و هر دو قانون های مضاف و مضاف الیه رعایت کرده شده است. مضاف نه الف لام دارد و نه تنوین دارد. فجری در اینجا در حالت جری هست. اکنون شاید سوال خلق شود که برای چه قرآن فتحه دارد؟ آیا باید مضاف فتحه داشته باشد؟ نه، مضاف میتواند که هر سه حرکت رو بگیرد. میتواند مفتوحه باشد، یعنی حرف آخرانش میتواند که مثلا مکسوره یا مضمومه باشد، هم فتحه کسره ضمه رو گرفته میتواند. این وابسته به یعنی عملی حرف پیش از آن هست. اگر پیش از آن یکم یعنی حرف باشد که چطوری که در اینجا میبینید که پیش از قرآن حرفی این رو داریم. اگر نمی بود ما به حالت عمومی و حالت اصلی برمیگشتیم که ضمه می باشد. ضمه حالت اصلی کلمه های عربی هست. اگر در اینجا اگر یکم حرف یا کلمه تأثیر کننده نباشد کلمه به حالت رفعی برمیگردد. اگر من همین قرآن از همین کلمه قرآن سر میکردم میگفتم قرآن الفجری، قرآن الفجری، اما چون که در اینجا که حرف این معنی است میگم این قرآن الفجری. اذا خب نویسید که میخواد جواب بدید اینش رو. اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که یاری خدا و غلبه پیروزی فرا رسد، یعنی که اذا معنایش وقتی که جاء آمد، نصر نصرت، یاری الله والفتح و پیروزی و غلبه. اینجا استاد جان نصر الله نصر مضاف می شود، الله مضاف الیه می شود. خب مضاف و مضاف الیه این است مرکبی اضافی ما. از برای فایده آیا میدانید که برای چی در اینجا رفع آمده است، برای چی در اینجا ضمه هست در مضاف؟ نه استاد جان نفهمیدم اینشه. باقی ندارد. این رو من درس ندادم، خواستم همین خیلی بفهمم که شاید شما یکم جای دیگر خوانده باشید. به هر حال این یعنی چون که فاعل هست، حالا ما در بخش فاعل نآمدیم، اما این از فعل فاعل این دو تا مضاف مضاف الیه ترکیب شده یک جای شده فاعل میشوند. بعد معطوف علیه و این عطف هست و معطوف. این خیلی ترکیب جمله ها خیلی دور و دراز هم شده میتوانند، اما در اینجا از سببی که فاعل هست ضمه دارد که انشالله در بخش فاعل می آیم. یعنی که در اینجا چی آمده ایستاده است؟ یاری خدا می آید. انجام دهنده فعل در اینجا یاری الله هست. پس در اینجا مضاف و مضاف الیه می بینیم که تطبیق شده است. دوام میکنیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. قل بگو اعوذ من پناه میبرم با این با خوب در این می آیم رب الناس پروردگاری مردم. اهمیت بدهید که من چطور در اینجا ترجمه کردم، یعنی ترجمه شده است پروردگاری مردم. خوب ملک الناس پادشاهی مردم، اله الناس خدای مردم. خیلی استاد خودش ما اشاره کرده در این جمله از این قاعده سه مثال آمده رب الناس، ملک الناس و اله الناس و در این که هر سه اینها معرفه می باشند و خیلی قاعده اول که بود در معرفه یا نکره بودن پیرو یکدیگر می باشند مضاف و مضاف الیه. در اینجا مضاف باشد ربی ملکی
و الهی هر سه اینها مضاف و کلمه ناس باشد در هر سه عباره ها مضاف الیه می باشد. و یک چیز دیگر مثلا ما فهمیدیم که مضاف الیه معرفه هست. چه میفهمیم که مضاف نیز معرفه است، چون که وقتی که مضاف الیه چی میگیره دوستان ارتیکل معینی ال میگیره و مضاف خودش باشد هم هیچ وقت تنظیم یا که ارتیکل نمیگیرد. وقتی که تنظیم نگیرید پس معین میشود که این کلمه چی هست معرفه. بهترین جواب دادید. خب در اینجا چنان که جواب دادن سه تا مثال ها هست، سه تا مرکب های اضافی هست، رب الناس، ملک الناس، اله الناس. همه گپ ها رو الکی جواب دادن اپای محترمه، پس به من تکرار کردنشون قدر ضروری نیست. اما چنانی که در اینجا میبینید در اینجا سه تا مضاف الیه هست و هر سهش قانون های مضاف الیه رو پیروی کردن. نه سه در حالت جری هست، یعنی هر سه کلمه ها. و یعنی ربی، در این ربی ملکی الهی تنوین یا الف لام نیامده است. خب و از چی سبب باشد که این مضاف، من گفتم که مضاف میتواند که یا فتحه کسره یا ضمه داشته باشد، فقط باید تنوین نداشته باشد و الف لام نداشته باشد. از چی سبب هست که ربی ملکی الهی کسره دارد؟ او یگون بس گفته میتواند؟ بله استادتی هر کی جر هست از همین حساب ربی چی گرفته است، یعنی همین کلمه ها زیر گرفتن، چون که هر کی جر هست و کلمه که بعد از آن میآید باید که حتما جر باشد. اگر یگان قاعده استثنایی باشد در محل جر واقع. بله درست گفتید. اینجا چون که حرف الجر قرار دارد، بی حرف جر، از این سبب به کلمه بعدی چی تاثیر رو میدهد که در یعنی کسره میآورد. این را شما یعنی سنگین نزنید، این کسره هست چون وقتی شده میآید بالا یا زیر شده در بالا یا در زیر شده حرکت گذاشته می شود. در اینجا چون که در زیر شده گذاشته شده است، این اشاره به زیر بودن هست، به کسره بودن. پس این کسره هست از سببی حرف جر و این هم کسره هست از سببی حرف جر. و این هم از چی سبب؟ از سببی که یعنی این هر سه این کلمه ها به همین کلمه حرف جر تأثیر میگیرند. این یک قانونی دیگر هست که انشالله بیشتر شما بعدا خواهید فهمید. قانونی یعنی عطفی هست، اما همین حرف به هر سه این مرکب ها عبارت ها یعنی تأثیر میدهد. اما شما اهمیت بدهید که در اینجا سه تا مضاف الیه هست. از جهت معنا هم پروردگاری مردم، پادشاهی مردم، خدایی مردم، یعنی چی هست؟ در اینجا پروردگار به مردم نسبت داده می شود. امیر خیل نسبت داده می شود. پادشاه به مردم نسبت داده می شود. این رو میگویند مضاف و مضاف الیه. مثال بعدی رو نظر کنیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و یوم حنین. البته خدا شما را در جایهای زیاده یاری کرد و در روزی حنین. السلام علیکم و رحمت الله. در اینجا و یوم مضاف می شود، حنین مضاف الیه. درست گفتید. و روزی حنین. خب بعضی ها شاید در اینجا سوال کنن که برای چی مواطن کثیرة نیست؟ جواب داده میتونید برای چی جایهای زیاده در اینجا مضاف الیه برای چی نیست؟ جواب داده میتونید؟ نه اینش نمیدونم چون دیگر که جواب کرد باقی ندارد. از این سبب این مثال مضاف الیه نیست، از سببی که این الکی از جهت معنا موصوف و صفت هست. مواطن جایها، این چون که جمع هست صفتش واحد مؤنث می آید. از این سبب این موصوف و صفت هست. جایهای زیاده یعنی صفتی جایها هست. جایها به زیاده نسبت داده نشده است. از این سبب این مضاف الیه نیست، موصوف صفت هست. جمع غیر عاقل هست، برای همین صفتش باید واحد مؤنث بیاید که انشالله این قانونی بعدی هست که در یکم در درس نحو تطبیقی انشالله خواهید یاد گرفت. دوام میدیم اکنون. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیه. و برادرانی یوسف آمدند و نزد او در آمدند. اخوة برادرانی یوسف، پس داخل شدند و نزد او. فدخلوا علیه اینجا مضاف الیه می شود. یک بار توجه بدید. پس داخل شدن بر آن، در اینجا یکم چیز به یکم کس نسبت داده می شود. در اینجا باید مضاف الیه باید اسم باشد اولا و باید یک چیزی یا یک کسی به یک کسی یا یک چیزی دیگر نسبت داده شود. فهمیدید؟ پس دخلوا علیه نمی شود، آمد هم نمی شود چون که چی است؟ فعل هست. پس چی میمونه در اینجا؟ از جهت ترجمه هم نظر کنید. برادران یوسف و اخوات یوسف. درست. از چی سبب من این را آوردم؟ از سببی که کمکک این دیگر هست که شاید
شما کمک سرگون بزنین یا شاید به شما سوال خلق شود که از چی سبب در اینجا بله استاد. بله چونکی در اینجا چی نیست از چی سبب سرگون زده در اینجا چی باید باشد یوسف باید اینجا کسر نامه. بله درست یعنی که در اینجا یوسفی چونکی نامده است از این سبب است که شاید شما فکر کردید که این مضاف الیه نیست اما باز هم این مضاف الیه هست حالا من به همه میفهمونم برای چی تا اینکه شما بفهمید که بعضی دیگر قانون‌های هست که من در این درس‌های ابتدایی حالا درس نمیدهم اما شما بعداً یاد میگیرید در اینجا برادران یوسف این است مضاف و این هست مضاف الیه خوب مضاف الیه اکنون برای چی یوسف یوسفی نیست از سببی که این یک قانون جدا را پیروی کرده است که ممنوع من الصرف هست یعنی که باید کسره نگیرد اما در حالت جری باز هم هست بعضی کلمه های وجود دارد که ممنوع من الصرف هستند یعنی غیر منصرف هستند و آنها تنوین و کسره را قبول نمی کنند و در حالت رفعی ضمه می گیرند و در حالت نسبی و جری فتحه می گیرند اما باز هم فتحه به حالت جری اشاره کرده میتواند دیدید این خاص برای کلمه های ممنوع من الصرف است که این بخش رو ما در آینده میخونیم این رو من فقط برای اشاره کردن به همین قانون آوردم باز هم برای حال شما فقط همین رو در فکر خود بگیرید که باید مضاف الف لام و تنوین نگیرد و باید مضاف الیه در حالت جری باشد در اینجا یوسف در حالت جری هست بله هست اما فقط ظاهرا معلوم نمیشود خب در حالت فی محل جر هست دوام میکنیم اکنون بعضی کلمه های جدید رو نظر کنین و بعدا یک مشق دیگر هم می آید بعضی کلمه های جدید چونانی که میبینید در اینجا جدارون دیوار بیتون یا دارون خانه باید تا درسی بعدی اینها رو حفظ کنید در درسی سوم هم من برای شما کلمه های جدید داده بودم امیدوارم که آنها رو نوشته از یاد کرده اید چون که من سوال میکنم همه این سوال ها جمع میشود ما انشاءالله وقتی که درس های عربی ابتدایی را حالا چند درس مونده است 3-4 درس مونده است تمام که شد امتحان و سخت امتحان می شود شما یعنی سوس نگیرید این درس ها رو بابون در شباکون تریزه غرفتون حجره یعنی خانه مایده تر را که میگوییم حجره سریرون تخت خواب نارون آتش شمسون آفتاب قمرون ماه کراستون دفتر اکنون انشالله فقط وظیفه شما همین است که اینها رو با اینها آشنا شوید و اینها رو حفظ کنید و این چونین انشالله از ماهی کوشش میکنیم از ماهی سپتامبر اگر از اولش نشود از هفته آینده اگر نشود از هفته بعد از آن درس های قصص و نبیین شما سر می شود انشالله خیلی جالب هست درس های خوب می شود به زبان عربی قصه های پیامبران رو می خونید و یک استاذ دیگر به شما درس می دهد و در آنجا بیشتر و بیشتر کلمه های عربی رو یاد می گیرید اکنون یک مشقی دیگر در اینجا من بعضی جمله ها رو به عربی نوشتم شما باید آنها رو به تاجیکی پیروت کنید ترجمه کنید و بعضی در این طرف من بعضی مرکب ها عباره های اضافی تاجیکی رو نوشتم که باید به عربی ترجمه کنید خیلی آسان هست یعنی من کلمه های رو انتخاب کردم که آسان هست سر میکنیم اکنون دارالعلمی مثلا بخارا در اینجا این در مضاف هست علمی مضاف الیه هست کی ترجمه کرده میتواند دارالعلم خانه علم بهترین مرکز درست است مرکز علمی گویم بله درست است مرکزی علم میگویم خوب کمک نوشتن در اینجا سخت است باقی نداره مرکزی علم خانه علم هر دویش می شود در اصلا معنای لغویش همین خانه رو گفته می شود اما اگر ما مثلا ترجمه بهتری تاجیکی کنیم مرکزی علم هم می شود بهتر هست دار و بیت العلم دارالعلم معنایش خانه علم هست از این سبب مدرسه شما نامش دارالعلمی بخارا هست خانه علم خب اکنون هست خانه خالد بتوانید در رو استفاده کنید یا یک کلمه دیگر هست بله بیتون خالیده بیتون خالد بیت من چی باید بگم بیتو بیتا چی باید بگم بیتون بیت خالد برای چی بیتی بیتون استاد جان بیتون یعنی دو تا ضمه برای چی ما چی گفتیم که باید مضاف ضمن بخشش باید مضاف تنوین و الف لام نگیرد درست و حالتی اصلی همه کلمه ها حالتی رفعی می باشد یعنی ضمه می داشته باشند درست پس از بیتون ما باید چی بگویم بیتو درست بیتو خالی بعد خالدین دون کدامش خالدو برای چی خالدو
مضاف الیه باید همه وقت چی باشه؟ در حالتی جری. دوم داشته باشه. نه، آنچه. در حالتی جری. مضاف الیه یعنی کلمه دوم در حالتی جری باید باشد. خالدین. خب خالدین. بیت خالدین. اینش درست هست. تمام. خانه خالد بیت خالدین. این مضاف الف لام و تنوین گرفته است، در حالتی رفعی هست و خالدین در حالتی نسبی هست. تمام. اکنون بعد شما میخواید جواب بدهید. هذا قلم زیدین. هذا قلم زيد. این قلم زید است. هذا این قلم زیدین. قلم زیدین در اینجا مضاف الیه هست چنانکه که اشاره کردن. خوب اکنون مثال بعدی در جنت کی میخواد جواب بدهد؟ یا اون کسی نه که جواب نداده باشد؟ بابو جنتی. خوب قریب درست. بابوش درست. اکنون جنت معرفه هست خودش یا نکره؟ یعنی که ما باغ رو در نظر داریم یا جنت رو در نظر داریم؟ جنت رو. پس باید الف لام بگذاریم. الجنت. جنتی تا تو کدومش؟ جنتی. درست. باب الجنتی در جنت. این شد مضاف، این شد مضاف الیه. اکنون بعدی مثال بعدی شباک البیتی. ترزه خانه. درست. خانه ترزه. و خانه ترزه یا ترزه خانه کدامش؟ ترزه خانه. درست. اکنون مضاف الیه کدامش رو گفته می شود؟ شباک و این مضاف، بیتی مضاف الیه. اکنون تختی حجره. سریر الامین الغرفتی کنه می شود سوزا جان. لیکن می شود که غرفتین کنه ما؟ بله می شود. سریرو تخت. سریرو من میتوانم در اینجا اگر من یکم حجره خاص رو در نظر داشته باشم میگم سریرول حجراتی و اگر نه میتوانم حجراتین بگویم. در اینجا من یک به نظر فرض کنیم که یک حجره خاص رو در نظر داشته باشم الف لام میگذاریم. از اینجا غرفه میگذاریم که حجره. به عربی هم حجره گفته میشه؟ بله. در اینجا هم حجره میتونید بگذارید یا اینکه غرفه. بخشید. اینجا خیلی میمونیم غرفه. غرفتی. هر دوش درست هست. غرفتی. شما همتون فقط من همین قدر میخوام که شما اهمیت بدهید که چطور ما مضاف الیه میسازیم. خوب همتون الف مضاف الیه در حالت جری هست همه وقت. مضاف در مضاف هیچ وقت الف لام تنوین نمی آید. تختی حجره و ترجمه رو هم اهمیت بدهید. اکنون اخیران مثال هذه کراسه فاطمه. کما که مثال شما هست. این استاذه این دفتر فاطمه هست. هذه کراسه فاطمه. کرسی هست سوزا جان. این کرسی فاطمه است. آزیر یک لحظه. کراسه و کرسی خیلی با هم دیگر مانندی دارن. برای همین شاید اپای دیگری کمک نادرست گفت. اما کراسه دفتر رو گفته می شود و کرسی خود کرسی هم به عربی کرسی می شود. خوب برای همین کراسه دفتر رو گفته می شود. در اینجا هذه اسم اشاره هست یعنی این. کراسه مضاف هست. فاطمه مضاف الیه. و در اینجا فقط کمک قانون دیگر می شود از این جهتی که فاطمه یعنی از ظاهرا در حالتی جری معلوم نمی شود اما در حالتی جری هست. گرچند که علامتش فتحه هست اما این در حالتی جری هست از سببی که غیر منصرف هست. غیر منصرف در یعنی یک بخش جدایی هست که ما ان شاء الله میرسیم. اینش مضاف و اینش مضاف الیه هست. خب ان شاء الله در همین جا درس به انتها میرسد. شما ان شاء الله کوشش کنید که کلمه های نو رو از یاد کنید، درس رو خوب تکرار کنید و در گروه با هم دیگر سوال و جواب کنید تا درسی آینده. سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.